اکنون تماشابینان گرامی ما با رقابت پهلوان خوشنام تاجیک سامان محمدبکов با رقیبش ویکتور سترپو ورزشکار مولداوا توجه میکنیم. سامان محمدبکov در دور اول آزاد بود و در دور دوم با ویکتور سترپو آزمایی را آغاز کردن و اینجا سامان بهره قصدش را گرفتن و اینجا یک عمل کردی زیبا از جانب سامان محمدبکov بود که امتیاز ایپان بها گذاری شد و او غلبه را در دور دوم نیروسنجی انطالیا با قید میگیرد و اینجا داوران اشاره میکنند که حالا ایستد به نوارهای تکراری توجه میکنند و باید قید نماییم که در مسابقه تیفلیس از این رقیبش سامان شکست خورده بود و در صورت وزری بهاگذاری شد. رقابت ادامه مییابد و سامان باید فعالنوکی خود را در برابر ویکتور سترپو تا به آخر نشان بدهد. او همکنون پیش صف است و در برابر این ورزشکار یعنی ورزشکار مولداوا امتیاز وزری را الکی کسب کرد و داور به خاطر نادرست گوشتن گرفتن با سامان شیدای اول را نشان میدهد باقی نیست و ادامه مییابد رقابت آنها. اینجا امکانیت خوب است برای قصد باخت داشته اش را در برابر سترپو ستانیدن برای سامان محمدبکov، چون که هفته سپری شده او در گرندسلم تیفلیس از این ورزشکار شکست خورده بود. یادآور میشویم که هر دو این ورزشکاران قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکردند و هر دو هم به وزن 81 کیلو گذاشتند. در سال قبلی بود یا اینکه خطا نکنم در سال 2022 ویکتور سترپو با یکی از ورزشکاران دیگری ما محمد رحیم سرخانوف هم در یک مسابقه سایر جهانی جودو هنرنمایی کرده بود که در ثانیه های اولی نیروسنجی با یک پایزنی زیبا از ویکتور سترپو شکست خورده است و اینجا توجه به رقابت سامان و سترپو خیلی هم کوشش میکنن هر دوی ورزشکاران. دقیقه دوم قوا آزمایی پشت سر می شود و همانو با امتیاز وزر سامان پیش صف است و پیش صفی خود را ادامه دادن می خواهد و اینجا کوشش ها از جانب او دیگر بار پرتافت کرد سامان و رقیب سامان 24 سال دارد، ورزشکار مولداوا و اونقدر نتیجه های نظرات را در دایره رقابت های سایر جهانی جودو به قید نگرفته است. سامان قهرمان جهان میان جوانان است، این چونین نشان طلای گرند سلم را دارد، نشان طلای گرند پری را دارد و اینجا با یک وزر پیشصفی را در اختیار گرفته است و اینجا کوشش نوبتی از جانب او بود که یک دقیقه زیادتر تا فرجام قوا آزمایی باقی مانده است و هر دو هم الکی خستگی در وجود آنها احساس می شود و نوبسته از خسته بودن و اینجا سترپو هم کسب امتیاز وزری می کند.
سومون رقابت را فعالانه آغاز کرد و در دقیقه آخر آزمایی رقیب هم امتیازی وزری را کسب کرد. اکنون برابری است در این آزمایی و ویکتور سترپو هم بسیار خسته شده است. سومون در دور اول طوری که قید کردیم آزاد بود و رقیبش باشد و اینجا صد افسوس که نتوانست تا با آخر همون پیشرفتی‌اش را در اختیار گیرد سومون محمدبک و اینجا باری دوم از این رقیبش و رقیب مالدوگیش ویکتور سترپو ناکام می شود. هفته قبلی هم در گرند اسلم تیفلیس با آن همین حالتی که حاضر ما مشاهده کردیم سومون محمدبک از ویکتور سترپو شکست خورده بود. همین طور ما با شما خیر خوش میکنیم. برنامه اطلاعاتی خبر پیشنهاد شما می شود و سپس همکارمون نیکروساتوروف جریان رقابت ها را از ادامه روز دوم گرند اسلم انتالیا منظور شما میگرداند. خیر.